طول عمر گربت رو 5 سال میتونی بیشتر بکنی با این 5 تا نکته‌ای که بهت میگم. یک، بهداشت دندان و دهانش رو جدی بگیر. 90% از گربه‌های بالای 3 سال که مسواک نمیزنن دچار مشکلات دندانی میشن. همین مشکل میتونه باعث بیمیلی به غذا بشه و سیستم ایمنی بدنش رو ضعیف کنه و در نتیجه بیمار بشه. بعد 3 سالگی هر سال چکاپ دندانی برو و جرم‌ها رو به موقع برطرف کن. 2، حواست به میزان آب خوردن گربت باشه. گربه‌ها بعضیاشون تو آب خوردن خیلی تنبلن و حتما باید تشویقشون کنی که آب بخورن. این آب نخوردن در بلند مدت میتونه مشکل ساز بشه. 3، از 1 سالگی به بعد سالی یه بار و از 7 سالگی به بعد 6 ماهی یه بار گربت رو ببر یه چکاپ کلی انجام بده. این کار باعث میشه خدایی نکرده اگه یه مشکل پنهانی داشته باشه زود تشخیص داده بشه. همیشه هم میگم پیشگیری بهتر از درمانه. 4، حواست به وزن گربت باشه و به اندازه نیازش بهش غذا بده. چاقی تو گربه‌ها ریسک بیماریهای مختلف رو افزایش میده. 5، هر روز با گربت بازی کن. فعالیت فیزیکی برای سلامت قلب، مفاصل و روان گربت حیاتیه. بازی با اسباب بازیایی که رفتار شکار رو تقلید میکنن هم توصیه میکنم.